امروز داخل این ویدیو اومدیم دو تا از بهترین و معتبرترین ربات تلگرامی رو بهتون معرفی بکنیم که همونطور که داریم مشاهده میکنین ارز این ربات داخل کوین مارکت کپ، بایننس و یه سری صرافی‌های بزرگ دنیا لیست و قابل خرید و فروشه، ولی فعلا گزینه برداشت به داخل ربات اضافه نشده و ربات دومم ربات گیمز هست که همونطور که این ربات هم داریم مشاهده میکنین تیک آبی تلگرام رو داره و اعتبارش رو از ربات اولی میبره بالا و ربات اولی هم چون ارزش لیست شده اعتبارش یه خورده بالاست. پس به هیچ عنوان این ویدیو و این ربات ها رو از دست ندید و حتما تا انتهای ویدیو هم با من همراه باشید. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از چنل MS دیجیتال. آقا توضیحات کار که اول ویدیو شنیدید، من لینک این ربات اول و ربات دوم به علاوه بر اون لینک دانلود کیف پول تون کیپر رو داخل کامنت ها دیسکریپشن ویدیو و همچنین داخل چنل تلگرام واسهتون میذارم، چون برای اتصال ربات گیمز به کیف پول تون کیپر شما نیاز به کیف پول تون کیپر دارین. حتما برین کیف پول تون کیپر رو دانلود و اجرا بکنیم. وارد ربات اول میشیم که ارزش داخل کوین مارکت کپ و یه سری صرافی های دیگه لیسته. شما برای اینکه وارد این ربات بشین روی گزینه استارت کلیک میکنیم و به شما دو تا گزینه میاره. گزینه اول اوپن اپ یا همون وارد شدن به ربات، گزینه دومم که کانال تلگرامشه. شما روی گزینه اوپن اپ کلیک میکنین تا وارد صفحه اصلی این ربات بشه. بچه این ربات 3 تا بخش بیشتر نداره. بخش اول همون بخش پلی گیم یا همون بازیشه. بخش دوم اینوایت همون دعوت از دوستانه. بخش سوم هم رنکینگ همونطور که میبینین به نسبت امتیازاتون، کاپتون و بازیتون به داخل رنکی میگیرین که مثلا در افراد برتر مثلا نشون میده که نفر چندمین. گزینه بعدی گزینه پلی گیم. شما روی گزینه پلی گیم کلیک میکنین تا از بازی کردن با این ربات آشنا بشیم. شما وقتی روی گزینه تپیر تون کلیک میکنین همونطور که مشاهده میکنین این لیوانا پر میشه و به ازای هر لیوانی که پر میکنین یه مقداری پوینت در بالای صفحه روی موجودیتون اضافه میشه. شما باید به همه این لیوان ها رو پر بکنین و خودش خودکار میره واسه لیوان بعدی و یه مقداری از این پوینت جمع بکنین، چون این پوینت داخل کوین مارکت کپ، بایننس و یه سری صرافی بزرگ دنیا لیست و قابل خرید و فروشه، ولی فعلا گزینه برداشت از این ربات اضافه نشده. هر خبری از این ربات بشه ما اولین کانالی هستیم که داخل چنل تلگرام بهتون اعلام میکنیم. ربات بعدی ربات گیمز هست که همونطور که مشاهده کردین این ربات تیک آبی تلگرام داره و برای وارد شدن داخل این ربات شما روی گزینه پلی نیو یا از پایین صفحه روی گزینه استارت اپ کلیک میکنید تا وارد صفحه اصلی این ربات بشه. همونطور که مشاهده میکنین وقتی وارد این ربات میشین با یه همچین صفحه مواجه میشین که این ربات یه جورای کپی برداری شده از ربات همستر کمبات. همونطور که مشاهده میکنین این ربات دیلی کمبو داره، دیلی کد یا همون کد مرس داره، دیلی ریوارد یا همون جوایز روزانه داره. در بالای صفحه روی گزینه برای شما نوشته جوین اسکواد یا نوشته عضو شدن به داخل تیم. شما وقتی روی اون کلیک بکنین همونطور که مشاهده بکنین پاول دور یا همون مالک تلگرام داخل این ربات چنل داره. حتما عضو اون چنل هم بشین. وقتی وارد یک کدوم از اینا شدین شما روی گزینه همونطور که می‌بینید من یه عضو یه دونه اسکواد ها هستم. شما روی یک کدوم از اینا کلیک میکنین و روی گزینه پیوستن به تیم کلیک میکنین تا وارد یک کدوم از این اسکوادها بشین. همونطور که میبینین ربات زبانش برای من فارسیه، چون تلگرامم فارسیه. اگه تلگرام تو انگلیسیه حتما زبانش رو فارسی بکنید تا در ادامه به مشکل بر نخورید. گزینه بعدی گزینه تقویت ها هست که وقتی روی اون کلیک بکنیم یه دونه گزینه موشک داره، یه دونه گزینه انرژی کامل. گزینه موشک همونطور که می‌بینید برای وقتی یه دونه کلیک می‌کنید سکه میده. شما وقتی موشک رو فعال می‌کنید به صورت چند برابر به شما سکه میده. گزینه بعدی هم گزینه انرژی کامل هستش که وقتی انرژیتون تموم شد میتونید اون گزینه رو فعال بکنید و انرژیتون پر میشه. فکر کنم روزی یک بار بتونید از این قسمت استفاده بکنه. گزینه بعدی گزینه تقویت کننده است که همونطور که اینا رو آپگرید کنین، مثلا گزینه اول که چند تپ هست وقتی
دستی که کلیک میکنین یه دونه بهتون توکن میده. این آپگرید کنین مثلا دوتا میده. هر چقدر بیشتر آپگرید کنین بیشتر بهتون توکن اضافی میده. گزینه بعد گزینه محدودیت انرژی هست که شما هر چقدر که اینو آپگریدش بکنین انرژیتون رو افزایش میده. گزینه بعدی گزینه سرعت شارژ هست که این گزینه هم همون محدودیت انرژی رو سریعتر پر میکنه. حتما بیاین اینا رو آپگرید بکنین. گزینه بعدی گزینه کسب درآمد هست که همون تسک های روزانه. تنها نکته‌ای که از این ربات میمونه حتما یه خورده سفر بیارین پایین‌تر تا گزینه اتصال به کیفل بر بخورین. حتما بیاین کیفل تون کیپر تون ها یا مایتون والت رو به ربات گیم وصل بکنین. وقتی روی گزینه اتصال به کیفل کلیک کردین در این قسمت شما میتونین کیفل مد نظر خودتون رو به این ربات متصل بکنین. حتما به همه این تسک‌های ربات رو انجام بدین و یه مقداری توکن اضافی دریافت بکنین. من ادلیس کامل از این ربات رو داخل چنل تلگرام و کامنت های این ویدیو واسهتون میذارم. یه گزینه پاداش روزانه داره که وقتی روی اون کلیک میکنین مثلا به هر روزی که وارد بازی میشین یه مقداری سکه اضافی به شما تعلق میگیره. چون من حالا این پاداش روزانه رو الان گرفتم به من نشون نمیده. گزینه بعدی گزینه معدن هست یا همون کارت های روزانه. همونطور که دارین مشاهده میکنین این ربات هم مثل همستر دیلی کمبو داره که من هر روز 3 تا کارت برتر این ربات رو داخل چنل تلگرام واسهتون میذارم که شما با پیدا کردن اون کارت ها 5 میلیون سکه اضافی دریافت میکنید. بعضی از دوستان داخل گپ مستر دیجیتال ازم سوال پرسیدن که چطوری به کارت های بسته رو برای خودم باز بکنم. شما مثلا کارت دوم برای من نوشته کوله پشتی که این کارت برای من قفله و برای باز کردن این کارت به من گفته نیاز به کارآموز سطح 5، یعنی من باید برم کارت کارآموز رو پیدا بکنم و اون کارت رو لول 5 بکنم. مثلا من میام باز بخش کارگران این کارت کارآموز رو لول 5 بکنم اون کارت اولی برای من باز میشه. بقیه کارت هم به این صورته که مثلا این کارت گفته رایانه آب خنک، گفته نیاز به خمیر حرارتی سطح 6، یعنی من باید برم کارت خمیر حرارتی رو پیدا بکنم و اون کارت رو تا لول 6 آپگرید بکنم تا این کارت اصلی برای من باز بشه. حتما به همه این کارت ها رو باز بکنید. اگه باز نتونستین کارت ها رو باز بکنین من یه ویدیو کلی از آموزش باز کردن کل کارت های گیم واسهتون میذارم. حتما اگه خواستین داخل کامنت ازم سوال بپرسین که من همه کد مورس و دیلی کمبو این رباتم داخل چنل تلگرام از این به بعد برای شما میذارم. گزینه بعدی هم گزینه دوستان هست که شما در این قسمت میتونین دوستانتون رو دعوت بکنین. گفته بعضی هر دوستی که دعوت میکنین معمولی باشه 2500 هم به دوستتون و هم به شما تعلق میگیره و به گفته اگه تلگرام دوستتون پریمیوم باشه 50000 تا به شما و 50000 تا به دوستتون سکه تعلق میگیره و در این قسمت هم میتونین لینک رفرالتون رو کپی بکنین و به دوستان و اقوام فامیلاتون ارسال بکنین. خب دیگه چیز خاص دیگه این ربات ها ندارم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لایک کامنت ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.